یه روز صبح تصمیم گرفتم برم کوه. لباس پوشیدم و مهدی منو رسوند سمت داراباد. اوایل مسیر اصلا سخت نیست. یه مسیر ارضیه که تراورس داره. مثلا اینجا آب بخورم. یه محله 2 آب سیر درو. مقصد من آبشار چالمگس بود. خدایی اسمو دارین؟ و هدف عوض شد. من هر جا جنگل و سرسبزی می‌بینم ناخودآگاه به اون سمت میرم. آخه خداییش این منظره رو نگاه کن چقدر قشنگ بود. وسط راه بهم گفتن که آبشارای فصلیه و الان وقتشه. رسیدم به چشم تنگ. ببین منظره عالی، خلوت، هوا خوب. منم نشستم تنهایی صبحونمو خوردم. کلی از منظره لذت بردم و در نهایت ضد آفتابم تمدید کردم که برگردم سمت خونه. مایام خونه منتظره. این فصل از سال که تو ارتفاعات بارندگی و هوا خوبه، بهترین موقع برای بازدید از چشمه‌های فصلیه. به آبادی که رسیدم یه قهوه گرفتم، سوار ماشین شدم و برگشتم به سمت خونه. و در نهایت مثل هر روز با هم رفتیم پارک.